این سخن باید به خط زر نوشت، گر رود سر بر نگردد سرنوشت. سرنوشت خویش را خود برنوشت، خوشنویس هرگز بدی را نینوشت. به نام خدای مهربانی که در همین نزدیکی است. من حمیدرضا یاوری هستم، متولد سال 1347 و در شهر تهران به دنیا آمدم. حالا هم در شهر ساوه ساکن است. مدت تقریبا 7 ساله. بزرگترین آرزوی دوران کودکیتون چی بود؟ فضانورد بشم. نرسیدیم؟ نه متاسفانه. این امکانات هنوز تو ایران نیست. از سرنوشت خودتون راضی هستین یا نه؟ بله. خدا رو شکر میکنم. بله. اولین خاطره‌ای که از دوران کودکیتون تو ذهنتون مونده چیه؟ یادمه خیلی سال قبل از اینکه من مدرسه برم با پدرم و 2 برادرم داشتیم میرفتیم محل کار پدرم. پدرم خیاط بود و تولیدی پوشاک داشت. من گم شدم تو میدون بهارستان تهران. بعد همونجور که گریه میکردم دنبال پدرم، چون بچگیم شیطونی بودم، شاید به همین دلیل گم شدم. یا مأمور نیروی انتظامی به قول امروز منو دید و براش خیلی جالب بود که هم آدرس محل کار پدرم رو میدونستم، هم تلفنش رو میدونستم، ولی شاید 5 سال بیشتر نداشتم. از سرنوشتتون راضی هستین؟ بله. اگه چند بار دیگه بپرسید بازم همینو میگم. من زندگی خوبی دارم. با خودم در صلح کاملم. شکر خدا زن و بچه خوبی هم دارم، خانواده خوبی دارم، پدر مادر خوبی، خواهر برادر خوبی. یکی از آرزوهای من اینه که بتونم به بقیه کمک کنم. اینو خارج از شعار میگم. اعتقاد راسخی دارم که سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست. البته یک کاری که من میکردم نقاشیه. من توی زمینه نقاشی روی آینه و شیشه از سازمان صنایع‌دستی استان تهران مدرک رسمی دارم و سالها امرار معاشم و خرج دانشگاهمو از طریق نقاشی به دست می‌آوردم. شما در سرنوشت فوتسال ایران هم نقش دارین یا نه؟ فکر می‌کنم تا حدی تونستم کمک بکنم به پیشرفت فوتسال ایران. ترکیب کاری من و آقای مهندس مرتضوی نتایج خیلی خوبی داشته. استنباط هم اینه که آمار و اخبار اینو تایید می‌کنه. شما ازدواج هم کردین؟ بله، 1 بار مرتکب ازدواج شدم. زندگی مشترک من شهریور 1373 شروع شد. 2 پسر دارم، علی و عرفان. این سرنوشتی که الان دارین معلول چه عواملیه؟ سعی کردم توی تصمیم گیری‌های زندگیم از تمام عقل و خردم استفاده کنم، بعدش هم توکل به خدا. من سعی کردم بچه‌هامو به صورت بدون شرط دوست داشته باشم. میدونی یکی از خطاهای ما والدین گاهی وقتا اینه که بچه‌هامون رو مشروط دوست داریم. بهشون میگیم اگه این کارو کنی دوستت دارم یا اگه این کارو کنی دوستت ندارم. تلاش دیگه‌ای که من کردم اینه که حس من نمیتونم رو از بچه‌هام دور کنم. من موقعی که ازدواج کردم تازه به دانشگاه رفتم، هم درس خوندن. علی آقای ما هم تازه دنیا اومده بود. شب که منو میدید سر ناسازگاری و بیخوابی داشت، ولی شکر خدا یکی از دانشجوهای به نسبت خوب بودم. خدا رو چقدر دوست داری؟ خیلی. اون بی‌نهایت بزرگ یه بی‌نهایت کوچیک ساخت که ما هستیم. اینه که ما نباید دیگران رو بیازاریم، چون بخشی از وجود اونا خداست. امشب خیلی ها در استان مرکزی به دنیا آمدن. یه دعایی برای اونها بکن. من دعا میکنم که همشون افراد سالم و صالحی باشن.